سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ امروز اومدیم با یه ماد خفن دیگه، ماد دستکش تانوس و تبدیل به ونوم. خب شون و اگر 20 لایک بگیره آموزش نصبشو میذارم. 20 میگم. خب اول بچه ماد تانوس رو میریم، چون دوتاشون روی یک مپ نمیان. اول مود تانوس رو میریم، بعدش مود اینو میریم، ونوم رو میریم و تمام. بعدش هم مود هالک هم بینشون داریم و میدونستم ویدیو طولانی میشه، پس سریع بریم سراغ مودا. خب وایسیم تایم بیاد. خب مدش بچه حالا من خب میبینین اینجا چیزی نیومده ولی اینجا همه بس یه لحظه استوب میکنم ببینم چی شده. بچه درستش کردم، الان اینجا فرقی نکرده ولی این پایین فرق کرده. اینجا دستکش تانوس رو داریم، نمیاد تو دست چپ، ولی وقتی بگیرین تو دست راست در واقع در دست چپتونه. عجب حقیقتی هم گفتم. اینو برمیدارین شما، این سنگاشو برمیدارین و هم میخورین و میره روی این و من شیفت بگیرم بس من باید رو یه حالت دیگه باشم. استوب میکنم و حالت رو میذارم. خب بس من این حالت رو آوردم، این و الان چرا نمیشه؟ فکر کنم بهمون دروغ گفتم برای دستکش تانوس. این دستکش تانوس باشه یا شاید هم باید اینا رو فعال کنم. اینا رو هم بردارم، شاید باید اینا رو هم زده باشم. فکر کنم با اینا ساخته میشم، نمیدونم باید زیاد ازش نمیدونم. کنم باید از تانوس بفهمیم این چی. اوه من نمیدونم چرا این نمیاد. خب ولش کنین بچه ها، مود ونوم کنسله. استاپ میکنم تا مود این ونوم رو بیارم. خب بچه من واردم ساخته شد و بچه اولی بازی وقتی شما میای تو بازی این تو دستتون نیست، در واقع خودم آوردمش تو دستم و وایسی من حالت رو بذارم رو اون حالتی که میخوام. خب حالا و اینجوری تبدیل به ونوم میشیم. بس من سوروایول بکنم دیگه، به این احتیاجی نداری. من بسی سوروایول بکنم. خب بریم قابلیتش رو تست کنیم. اولین قابلیتش این طور میزنه. دومین قابلیتش این قلبه که من اگر اونجا یه چند تا گاو است، من اگر اینجوری کنم میخورمشون و جونمو پر میکنم. یه جمعه خوشگله سر کچی حاجی، گاو کوچولو جونش از گاو بزرگی بیشتره. الان با 3,000 جون هنوز نبردی تو؟ نمیمیریم.
بعدیشون قابلیت مشت. بالاخره مرد. خب بچه قابلیت بعدی این مشت وقتی شما شیفت بگیریم و رو کنار یه ماب باشین همچین چیز خفنی میشه. و اگر شما روی همین مشت باشین و سرتون رو به پایین بکنید این میاد و شما بخواید از اون قابلیت این میشه استفاده کنید یه کلیک کنید اینجوری میشه. what the fuck این خفن ترین مودشه و فکر کنید قابلیت تموم بریم برای مود هالک، ولی نه. خب شما اول روی این قلب شیفت بگیرین و کلیک کنین همچین منوی براتون باز میشه و این همون خود قلبی که براتون جونتون رو پر میکنه و این تبره این چیه؟ اینو وقتی میزنی براتون هم ماین میکنه هم براتون هم ماین میکنه هم براتون و هم براتون یه عالمه کار دیگه میکنه و خیلی مود خفنه. تنها مودی بود که براتون آوردمش. خیلی مود خفنیه و شما میتونین به این دستکش میتونین تبدیلش کنین و وقتی شما یه دونه ماب پیدا کنین بچه نگاه کنین این خوک من اگر اینو بزنم خوکه میاد تو دستم و میتونم بزنمش رو زمین و اگر شما مثلا من الان مرغ میارم این که مرد البته مرغ چون اشکمه میمیره و برم آها یه دونه خوک و یه دونه گوسفند. من خوک قربانی رو میکنم چون از خوشم میاد. خب بچه وقتی شما اینو کتکش بزنین میاد تو دستتون. البته من کشتمش الان. من ریدم تو ونا خواهی اینجوری نکن. خواهی مرغا هم بکنید. ویلیت بنازم. اگه شما اینا رو بگیرین تو دستتون ببرین بالا بزنین بکوبین به زمین همچین چیزی میشه. شما میتونین روی موبایل دیگه هم تستش کنین. خب بریم برای بعدی تموم که به ما دمیج زن میده. فکر نکنین همینجوریه. با 2 ضربه ویلیزر رو کش که به اندازه قلب آدم ها جون داره. میرا شغل کتکت میخوای بزنم؟ آره دوست داری کتکت بزنم؟ آره دوست داری؟ بسید بده بدو اونجا گیر کرده ابله. تبدیل به ونوم میشم. بس قابلیت بعدی همونی بود که دیدیم. خب بچه اینجا انواع و اقسام مختلف ونوم داریم که من اینو دوست دارم میاد برم. و بچه وقتی شما میاین داخل اینجا شما اینو بزنین اینجوری بشین، ولی نه به نظر همون خوبتر از اینه چون این ونوم براتون نمیاد. دست ونوم براتون نمیاد.
ولی اگر اینجوری باشین دست ونوم براتون میاد. چیه؟ میخوای کتکت بزنم؟ آره؟ دوست داری؟ باشه. تو میخوای منو بزنی؟ ببین اشکال. کتک میخواد منو بزنه. ببین اشکالا. دوباره انگل ما این وان شات کرد. خب من ویدیو رو قطع میکنم تا بریم سراغ مود هالک. خب بچه این وردم ساخته شد و شما بیان روی قسمت شمشیر دایمندی و کلاه آهنی میان این پایین و اینجا یه عالمه این مختلف براتون آورده که من این هالک رو میخوام و قبل از اینکه تبدیل به هالک بشه همچین جستی. خب دونه دونه الان میریم قابلیتاش رو با هم دیگه تست میکنیم. البته روی آیرن گولم بدبخت. بچه 2 تا ماب جدیدم آورده ولی اونا خیلی قوی هن. به خاطر من آیرن گولم آوردم و تازه دیرم میشه ویدیو خیلی جونه 2 تاشون زیاده ولی اونی که اون سگش ببخشید من گفتم سگ ولی واقعا سگ. بزنه امیر تو میخوای کی رو بزنی؟ هالکو میخواد بزنی بچه. خب بچه این قدرت انواز دادن به ماباشه این که خب این قدرت انواز دادن به ماباشه و کتک زدنشون. اینا هم که دیدین یه خشمگین میشه و میزنه به کوب زمین. خب اینا میبینین و اگر شما بپرین و اینو بزنید اینجوری میزنه. خب بچه ها بریم سراغ آموزش نصب این ماتا. این 2 تا ماد. خب بچه ها شما به این برنامه احتیاج دارین و نصبش کردین میرین توش. نصبش هم دارین اشکالی نداره. خب میاین این مود ونومه این مود هالکه و مود دستکش تانوس هم اینه و خود تا یه ویدیو دیگه بدرود.